حضرت علی در کنار در بغل اون بت منحوس متولد شد. اولین چیزی که دید اون بت منحوس دید. توهین بزرگی به حضرت علی است. اولا وقتی مادر امیرالمومنین وارد کعبه میشه بت‌ها روی زمین میافتن. این کتاب بهارالانوار هست، جلد 35 صفحه 17. فکانت فی الکعبه، وقتی مادر امیرالمومنین درون کعبه بود، فالتفت الاصنام خرت علی وجوهها، بت‌ها با صورت روی زمین افتادن. ثانیاً حتی اگر این اتفاق نیفتاده بود و بت‌ها روی زمین نیفتاده بودن، باز هم وجود چند تا بت درون کعبه باعث نمیشه که فضیلت اون از بین بره و باعث رذیلت باشه. اگه وجود چند تا بت داخل کعبه باعث این بود که این رذیلت حساب بشه و یه چیز بد باشه، خب خداوندم نباید در مقابل سپاه ابرهه از کعبه محافظت میکرد. خب اینجا که یه جای رذیلت داری بود و بت درونش بود، پس چه فضیلتی داشت؟ خدا میگذاشت که ابرهه اون رو نابود بکنه، در حالی که میبینید نه، این سوره فیل خداوند متعال ابابیل رو میفرسته و لشکر ابرهه رو نابود میکنه. اگر وجود چند تا بت دلیل بر بدی بود، خداوند نباید میفرمود و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، به سمت اینجا نماز بخونید. پس وقتی خداوند میفرماد که به سمت اینجا نماز بخونید، این خونه‌ای که درونش بت هست، وقتی خونه‌ای که درونش بت هست رو از حمله ابرهه نجات میده، معلومه که وجود چند تا بت دلیل بر بدی نیست و این خونه فضیلتش ذاتی و به خاطر خودش هست. چند تا بت باعث بدی نمیشه. یا علی